انیمه ها در حالت عادی هم دنیای متفاوتی دارن، چه برسه به این که انیمه ترسناک باشن. تو این ویدیو قصد داریم به دنیای وحشت این آثار پا بذاریم و به معرفی 5 از بهترین انیمه های ترسناک بپردازیم. پس با ما همراه باشید. دلایل خیلی زیادی وجود داره که باعث شده نسخه بازسازی شده نتفلیکس از مانگای دفترچه مرگ چندان خوب نبوده و مورد توجه قرار نگرفته. اما شاید بزرگترین دلیل این باشه که مانگا و انیمه ساخته شده بر اساس اون به اندازه‌ای خوب بوده که مجموعه های بعدی همیشه با اونا مقایسه شدن. به دنبال بخش این انیمه، این مجموعه خیلی زود به اندازه‌ای توجه علاقه‌مندان انیمه رو به خودش جلب کرد که باور کردنی نبود، به طوری که شهرتی افسانه‌ای پیدا کرد و به عنوان یکی از بهترین مجموعه ترسناک شناخته شد. داستان این انیمه در مورد پسری نوجوان و فوق‌العاده باهوشه که به صورت اتفاقی دفترچه مرموز به نام دفترچه مرگ رو پیدا میکنه. لایت جوان تصمیم میگیره با استفاده از این دفتر قدرتمند بدی رو از جهان پاک کنه. کافیه که نام و تصویر افراد پلید رو تو این دفترچه ثبت کنه تا مرگ به سراغ اونها بیاد. هرچند همه چیز به همین سادگی نیست و ماجرا پیچیدگی‌های بیشتری داره. کسب امتیاز 8.69 در سایت مای انیمه لیست نشون میده که انیمه دفترچه مرگ در بین مخاطبان انیمه چقدر محبوبه. مانگای هایولا اثر ناوکی نخستین بار در سال 1994 در مجله بی کمیک اورجینال منتشر شد. داستان ترسناک و هیجان انگیز این انیمه در مورد اتفاقاتیه که در آلمان پس از جنگ سرد میگذره و شخصیت اصلی داستان دکتر کنزو تنما هست، جراح مغز بلند پرواز ژاپنی که در رشته تخصصی خودش مورد احترام قرار داره. اما زمانی که اون در حال عمل کردن پسر جوانی که گلوله‌ای به سرش اصابت کرده و فقط ما قادر به خارج کردن اونه، شهردار دچار مشکل میشه و از اون میخواد تا جراحی پسر رو رها کنه و شهردار رو عمل کنه. البته وجدان دکتر چنین اجازه‌ای رو نمیده. در نتیجه اون روی آینده شغلی خودش قمار میکنه و حاضر نمیشه عمل پسر جوان رو به نفع شهردار ثروتمند به تعویق بندازه. این کار باعث میشه تنما خیلی زود از سوی همکاراش طرد بشه. اما اوضاع زمانی وخیم‌تر میشه که پسر جوان ناپدید میشه و پشت سر خودش بدن پزشکایی رو به جا میذاره که نسبت به تنما بدرفتار بودن. این مسئله تنما رو در وضعیت بدتری قرار میده. فضای این سریال خیلی جذابه. سریالی مهیج با درونمایه‌های روانشناختی که به ویژه برای کسانی که به دنبال انیمه‌های تاریک و جدی‌تری هستن انتخاب ایدئالی به شمار میره. شیکی در ژاپنی به معنای جنازه شیطانی. نام رمانی نوشته فویومی اونو که در سال 1998 منتشر شد. این اثر اول به صورت مانگا و بعدا به صورت انیمه سریالی ساخته شد که به عنوان یکی از ترسناکترین و البته ناراحت کننده ترین انیمیشن های ساخته شده در بین مخاطبان به شهرت رسید. همه چیز با نمایش زندگی در روستای آرام به نام سوتوبا آغاز میشه و اتفاقاتی عجیب و ناراحت کننده که در تابستانی گرم و مرطوب رخ داده و زندگی اهالی روستا رو دگرگون کرده. البته در این دوران گرمای هوا کمترین نگرانیه که مردم اون روستا بهش فکر میکنن، چرا که صاحبای جدید قلعه متروکه قصد دارن کلی ساکنان روستا رو به خوناشام‌های تشنه به خون تبدیل کنن. انیمه شیکی عجله‌ای برای نشون دادن داشته‌های خودش نداره. اونا تنش موجود در فضا و حس ترس و وحشت رو آروم آروم و آجر به آجر در کنار هم قرار دادن تا سازی باشکوه خودشون رو آماده کنن. به عبارتی نویسندگان این اثر هرگز تسلیم وسوسه نشدن و به راحتی اسرار خودشون رو در اختیار مخاطبانشون قرار ندادن و دشمن اصلی رو معرفی نمی‌کنن. انیمه آبی کامل. انیمه آبی کامل برخلاف دیگر آثار ترسناک داخل خودش موجودات وحشتناک نداره، بلکه آسیب‌های روانی رو به تصویر میکشه که خیلی هم به فیلم سینمایی قوی سیاه شباهت داره. داستان انیمه آبی کامل درباره زنی به نام میما، ستاره پاپ بازنشسته‌ایه که تصمیم میگیره وارد عرصه بازیگری بشه. اما هرچه به محبوبیت بیشتری دست پیدا میکنه توسط یکی از طرفدارای افراطیش که ظاهرا سایه‌ای از گذشته‌اش تعقیب و تهدید میشه. انیمه آبی کامل در سال 1997 در ژاپن و سپس به صورت جهانی اکران شد. این انیمه یکی از بهترین انیمه‌های ترسناکه که خودم جرئت نکردم ببینم. اگه شما این انیمه رو دیدی ممنون میشم نظرتو بهم بگی.
از بچگی هر وقت درباره غولا میشنیدیم دلهره بدی به جونمون میافتاد. توکیو غولم اومده تا همین بلا رو سرمون بیاره. در دنیای انسان‌ها غول‌های انسان نما وجود دارن که به راحتی در بین آدم‌ها زندگی میکنن. غولا هیچ تفاوت ظاهری با انسان‌ها ندارن، بنابراین شناسایی اونها خیلی سخت میشه. غول‌ها برای بقا نیاز به خوردن گوشت انسان‌ها دارن. در این بین پسری به نام کانکی که با عمل جراحی اجباری وحشتناکی تبدیل به یک نیمه انسان و نیمه غول شده تلاش میکنه از سرنوشت سیاه خودش فرار کنه. کانکی با گروهی از غول‌ها آشنا میشه که سعی دارن به اون کمک کنن تا زندگی نرمال خودش رو به دست بیاره، اما عادی زندگی کردن اونقدر که به نظر میاد آسان نخواهد بود. توکیو غول از ترسناکترین انیمه هایی که میتونید تو این لیست ببینید. این اثر جزو ترسناکترین انیمه های تاریخ هم محسوب میشه، ولی از الان بهتون بگم دیدن انیمه های ترسناک دل و جیگر میخواد. مراقب خودتون باشید. ممنون از همگی دوستداران انیمیشن.